Студия «Батшах Таджик» представляет. برای آباد باشین. سلام به همه مادران خواهران بسیارم گرامی قدر برادران بسیارم گرامی قدر بسیارم اجازت فرمایید شخصا از نام خودم از نام اهل هنر همه شما رو از صمیم قلبی جوانیم به نمی روزی خرسندی، به همین روزی فولسی، با این روزی دیدار تبریک و مبارکات گفتم به همه شما. عمری دراز، تنی سعادتی بیغم، تمامی خوشحال زندگی را آرزومندم و از خدای متعال طلب دارم که ساق آمدین سلامت به وطن عزیز و تاجیکستان عزیز کیسه‌های پری دلار، یورو، سومانی به سری بلند به پیش پدر و مادر، اکا و اوکا، اوچا، خواهر، فرزند، جوینده و بنده میویشه بکش در همون جای گفتگی خطر. آباد باشین، زنده باشین. خلاصه همه شما خوش آمدین صدقه قدم‌های زیبای شما. آباد باشین و یک انشالله که بزمی ربانی، بزمی خطلانی، بزمی تاجیکی برای همه انمی شیر بچه‌های تاجیک میشود. آباد باشین، همه شما خوش آمدین، زنده باشین. و الان سرودی مادر رو برای همه مادرای تاجیک، برای زنای تاجیک، برای همه شما میبخشین. سلامت باشین، خوش آمدین. برای همه زنای یک خسته بزنین، برای زنها سلامت باشین. ای آچه جان در غریبی مردم، ای منانی غریبی با درد و غم خوردمه. چه جان لذتش نظری آیین درد و غمت با خود ببری. جانا چه جان بچه در غریبی خاره آین نانی غریبی بمیسلی زهری مور. جانا چه جان بچه در ایستر خاره آین نانی مسکوه بمیسلی زهری ماره. بیچاره
و ناله مکن پیش زندگی او هیچ وقت تن به ضعیفان نمیدید سوار خیز و بزورش سوار شو اوی نسبی مست تن به ضعیفان نمیدید گفت عاشق زندگی دل برش تیف گفت آغوش گرمی مادرش مست بود زندگی کیفی میش آه پیر گو ای زلب خوابیدگان زندگانی ضربه‌ای پای در پایش ای در غریبی ها شیشته را یاد کنم جانه ای ماننده کی کردی تو تپر یاد کنم یاره اگر مادرش دوست نداشت یا دوست نداره یک قصه که مسلمانی تو بگیر زنده باشه سلامت باشه بازم خوش آمدین